خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه میخوام بریم یک ذره بحث کلاس ها رو بازترش کنیم. خب توی جلسه پیش ما یاد گرفتیم که بیایم توابعی بسازیم که داخل کلاس ها توابعی بسازیم که بتونیم بدون ایجاد نمونه کلاس اونها رو صدا بزنیم. یعنی چی؟ بیایم بریم توی فایل قبلی. همینجا من نمیخواد اینا رو بنویسیم، فقط بهتون توضیحش رو بدم دوباره مختصر و تموم کنیم کار رو بریم پی کارش. خب ما یک کلاس کاری نوشته بودیم که یک داده عمومی داشت، یک سری داده خصوصی، و گفتیم که هر نمونه کلاسی که تعریف میکنیم، مثلا BMW M8 یک فضایی داره مخصوص اطلاعات خودش، پراید یک فضایی داره مخصوص اطلاعات خودش، ماشین هم یک فضایی داره مخصوص اطلاعات خودش، ولی همشون به صورت مشترک از تابع ها استفاده میکنن. خب این اومدیم توضیح دادیم و بعد اینجا اومدیم ما یک تابع یک تابع نوشتیم، مثلا تابع تست که ورودی سلف رو نمیگیره. ما گفتیم تابع هامون همشون باید سلف رو به عنوان ورودی بگیرن دیگه، اما الان میخوام یک تابعی بنویسم که ورودی سلف رو نگیره و بیایم با هم دیگه این تابع رو صدا بزنیم. ببینین چه اتفاقی میفته. من میام اینجا میگم برو از BMW M8 دات تست رو صدا بزن. اگه اجرا کنم میبینین خطا میده. چرا؟ ببینید شما هر زمان از یک نمونه کلاس یک تابعی که داخل کلاستون هست رو صدا بزنید، مثلا بگیم BMW M8. خب خود پایتون به صورت اتومات اون نمونه کلاسه که فراخوان تابعتون بوده رو به عنوان ورودی اول میفرسته. من گفتم BMW M8 الان به عنوان ورودی اول پایتون توقع داره شما اینجا مقدار سلف رو به عنوان ورودی اول داده باشید و پایتون اینو به عنوان ورودی سلف میفرسته، اینو میخواد بفرسته توی سلف. حالا زمانی که شما اینجا مقدار ورودی سلف رو تعریف نکردید، باعث میشه اینجا و زمانی که داره یه ورودی رو پر میکنه تابعتون اونو نگیره و باعث خطا میشه. خلاصش ما زمانی که ورودی سلف رو تعریف نکنیم باید تابع ها رو از طریق کلاس اصلی صدا بزنیم. یعنی بگیم کار دات تست و خب حالا اگه اجرا کنم میبینیم که خطا نمیده. میخواین اینجا توی تست یک چیزی هم چاپش کنیم برای که ببینیم؟ من اینجا یه چیزی چاپ میکنم فقط برای که ببینیم. عدد صفر، ببینید صفر رو چاپ کرد. پس ما زمانی که یک تابعی تعریف میکنیم که ورودی سلف رو نگرفته باید از طریق کلاس اصلی صداش بزنیم، بگیم کار دات تست. دیگه نمیتونیم بیایم مثلا از طریق پراید اون صدا بزنیم، نمیشه از طریق نمونه ها صداش زد. خب این فایل کار قبلیمون بود، کلاس قبلیمون. حالا توی این جلسه میخوایم با هم دیگه بریم یک سری مطالب جدید یاد بگیریم. بیاین اصلا من این کلاسمون رو از اینجا ورش میدارم، اینجا میذارم. خب بقیه‌شو نیاوردم، فقط تیکه کلاسش برای که اینجا داشته باشیم. من میخوام توی این جلسه بیام یک نمونه کلاسی تعریف کنم. مثلا میگم BMW M8 یا اصلا بذارین M8 خالی میذارم اسمشو. M8 خالی یک از نوع کار هستش، برندش BMW، رنگش مثلا بلک سیاه و مکس اسپیدش 180 یا بذاریم بالاتر بدیم 280. خب الان من میخوام بیام اطلاعاتم رو پرینت کنم. ببینین چی کار میکنم. میگم پرینت کن متغیر M8 رو. من الان میخوام برام بیاد اطلاعاتم رو پرینت کنه. یک
خروجی بده که اگه یک زمانی یک کاربری داشت از برنامه من استفاده میکرد همچین پیغامی دید بتونه منظور درک کنه. ببینید الان این کدی که اینجاه من برنامه نویس میتونم بفهمم یک آبجکت از کلاس کار با این آیدی بوده که چاپ شده. خب من الان فهمیدم یه آبجکت از نوع کار از کلاس کار با این آیدی چاپ شده. ولی اگه یه روزی یک کاربری از برنامه من استفاده کنه خب نمیتونه مفهوم این پیغامو درک کنه. میخوایم با همدیگه بیایم یک کاری کنیم که بشه این پیغامه رو اومد بازش کرد و محتواش رو به دست آورد، با محتواش کار انجام داد. ببینید قبل از اینکه بخوام برم سراغ یه کار دیگه بیاین اول یه چیزی امتحان کنیم. من میگم به str تبدیل کن متغیر m8 منو و به str که تبدیلش کردی پرینت کن. ببخشید میگم پرینت کن m8 رو به صورت str. ببینید اینجا چی میشه. ببینید بازم همون قبلیه رو چاپ کرد، یعنی خروجی دلخواه من نشد. خب اما ما میتونیم یه کاری کنیم، یک تابعی مثل تابع اینیشیال داخل کلاس کار بنویسیم که این تابع میتونه بیاد زمانی که ما این متغیر m8 رو یک نمونه کلاس از کلاس کار رو به str تبدیل میکنیم یه رشته فرمت بندی شده بفرسته. ببینید چی کار میکنم. من میام اینجا یک تابع می‌نویسم، اسمش هم دقیقاً همین اسمی که من میذارم باید باشه. 2 تا آندرلاین بزنید str 2 تا آندرلاین دیگه یه پرانتز باز و بسته و به همین صورت. خب الان این تابع str که من داخل کلاسم نوشتم میتونه برای من بیاد کاری کنه که زمانی که یک نمونه کلاسی رو میخواستم به str تبدیل کنم یه رشته قابل درک رو بفرسته. مثلا من اینجا میخوام زمانی که متغیرم و یک نمونه کلاس رو به str تبدیل کردم براش تبدیل به هلوشه ها. بیاین قبل از هر کار اینجا یه ریترن بنویسیم. داخل تابع str شما حتما باید یه ریترن بنویسین و یه رشته رو به عنوان خروجی بفرستین. مثلا من میگم ریترن کن هلو. الان اجرا میکنم. ببینید BMW یک بار گفتم پرینت کن m8 رو، یک بار گفتم پرینت کن str شده m8 رو. خروجیش رو ببینید. خب خطا دادش. چرا خطا داد؟ بله بچه ما گفتیم هر تابعی ایجاد کردین اول باید مقدار ورودی سلف رو بگیرین. حواسم به این سلف نبود، ببخشید. دوباره اجرا میکنم. خب ببینید وقتی گفتم پرینت کن m8 رو هلو پرینت شد. وقتی گفتم پرینت کن str شده m8 رو بازم هلو چاپ شد. بچه شما زمانی که این تابع str رو میفرستین میتونید یک رشته رو به عنوان خروجی بفرستین و از این به بعد شما هر نمونه کلاسی رو که چاپ کنید این رشته براتون چاپ میشه. اینجا نوشتی هلو، اومدی نمونه کلاس m8 رو چاپ کرده هلو چاپ میشه دیگه. این هم کار بی‌معنیه. ما همین الانش داریم یه خروجی str میگیریم، دوباره اومدیم اینجا گفتیم تبدیلش کن به str. بی‌معنیه. من اینو حذفش میکنم. خب بیایم اینجا. حالا من به جای هلو می‌نویسم welcome to my app. اجرا میکنم. چاپ میشه welcome to my app. حالا یه چیز دیگه میگم بیا برای من برو از متغیر سلف برندش رو بیار. بچه ها برند یک str بود دیگه. خب بیاین اینو بذاریمش توی رشته فرمت بندی شده. من میذارمش توی یه رشته فرمت بندی شده به این صورت. اینجوری مطمئن تره. اجرا میکنم. میگه از برندش BMW. حالا بیاین یه ذره قشنگ‌ترش کنیم. من اینجا می‌نویسم برند
دو نقطه جلوش سلف دات برند رو چاپ کن. اجرا میکنه. ببینید میگه برند از شرکت بی ام وی، برند این نمونه کلاسی که چاپ کردی بی ام وی. خب حالا بیاین یه ذره والترش کنیم. من میخوام تمام این اطلاعاتم برای من چاپ شه. ببینین چی کار میکنم. میام اینجا میگم بعد از این که اینو چاپ کردی یه بک اسلش تی بزن، یه تب بزن، بذاریم یه تب بزن، بعد جلوش بنویس کلور دو نقطه سلف دات کلور. بذارید همین تیکر رو کپی کنم، کنترل سی، سلف دات کلور. بعد دوباره یه بک اسلش تی بزن، بنویس مکس اسپید دو نقطه سلف دات مکس اسپید. ببخشید مکس اسپید. خب حالا میخواین بی ام و ام 8 رو چاپش کنیم. متغیر ام 8 رو الان چاپش میکنم. توقع داریم اطلاعاتش به این صورت برای ما خروجی داده بشه. اجرا میکنم. بله همینطور که میبینین گفت برند دو نقطه بی ام و یه تب زد، کلور دو نقطه بلک یه تب زد و مکس اسپید. خب حالا بیاین یه ذره باحال درش کنیم. من به جای بک اسلش تی می‌نویسم بک اسلش ان. خب بک اسلش تی یه تب میزد، بک اسلش ان یه اینتر میزنه. من الان میگم برند رو که چاپ کردی برو خط بعد کلور چاپ کن، برو خط بعد مکس اسپید رو چاپ کن. به جایی که اینجوری خطی به ما نشون بده داره اینجوری زیر هم نشون میده. خب البته بچه‌ها حالا همون خطی چاپ کنین بهتره ها. حالا اینو تو آینده میفهمیم. ولش کنیم حالا بحثو. ما پس اومدیم با تابع str یک خروجی برای زمانی که میخوایم نمونه کلاس ها چاپ کنیم ایجاد کرد. خب حالا بیاین یک توضیح خیلی مختصری درباره این تابع اینیشیال و str چند تا تابع دیگه بهتون بدم. بعدم ببینیم حالا اگه وقت شد شاید کلاس رو ادامه بدیم. بیایم اینجا ببینید بچه‌ها این تابع اینیشیال داره برای من یک عملیات خاصی رو داخل کلاس انجام میده. این تابع استیاره یک عملیات خاصی رو داره انجام میده. هر کدوم از اینا دارن یه عملیات خاصی برای من انجام میدن. مثلا تابع اینیشیال یه تابع سازنده میسازه. ببینید اگه ما تابع اینیشیال رو نذاریم، بیاین اینو نذاریم یه دقیقه. بذارید اصلا من اینجا یک فایل جدید با نام تست یا کلاس تست دات پی وای ایجاد میکنم. خب بیایم بریم تو اینجا من یک کلاس ایجاد میکنم، اسمشو میذارم کلاس تست دو نقطه و تابع اینیشیال براش ایجاد نمیکنم، یه پاس میمیسم که خطا نده. بیایم اینجا حالا میمیسم تست یه پرانتز با درسته میذارم، اجرا میکنم. خب ببینید بذارین اینو پرینتش کنیم، کنترل ایکس پرینت. خب ببینید الان چقدر وقت داریم، یه دقیقه 13 خوبه. ببینید الان من اینو که پرینتش کردم برام یک گفت یه آبجکت از نوع کلاس تسته main dot test. خب حالا من اگه بخوام اینجا یک ورودی بگیرم یه اطلاعاتی ایجاد کنم باید چیکار کنم؟ به نظرتون میشه اینجا بیام یه پرانتز بذارم بگم مثلا یک نیم بگیر و یک فامیلی؟ بیاین اینو امتحان کنیم. الان اینجا به عنوان نیم علی میدم و به عنوان فامیلی حامدی. خب اجرا کنیم خطا میده. چرا خطا میده؟ ببینید حالا توی بحث حرفه‌ای ما یک همچین کلاسایی تعریف میکنیم که ورودی بگیرن، اما ما الان اینجا نمیتونیم بیایم به این صورت یک کلاس ایجاد کنیم که ورودی بگیره. اگه بخوایم یک تابع سازنده کلاسمون بتونه ورودی بگیره، مثلا نیم و فامیلی بگیره،
حتما باید از تابع اینیت یا همون اینیشیال خودمون استفاده کنیم. ما اینجا الان میتونیم ورودی بگیریم اما اینجا نمیشود. تابع اینیشیال برای ما ورودی میگیره. ببینید نمیتونه چیزی رو به عنوان خروجی بفرسته. مثلا من اینجا یک نیم و فامیلی میگیرم. خب ببینید اینو میگیرم، بعد اینجا میگم ریترن کن نیم به علاوه فامیلی و اگه اجرا کنم میبینید خطا میده. رو چی به من خطا میده؟ ببینید گفته داخل این تابع اینیشیال نمیتونی ریترن کنی یک str. ببین کلا هیچی نمیشه ریترن کرد. یعنی من اینجا لیستم بذارم یا دیکشنری بذارم نمیشه ریترن کرد. یه دیکشنری خالی بذاریم خطا میده. یک لیست میذارم بازم خطا میده. هر کار کنید تابع اینیشیال فقط میتونه براتون ورودی بگیره، دیگه نمیتونه خروجی بده. اما تابع str برای این ساخته شده که یک خروجی استرینگ برای شما بده. یعنی تابع str عملیاتی که انجام میده اینه که یک خروجی str میفرسته. اینجا هم خودش نوشته. الان من اینجا اگه یک مقداری رو بیام بنویسم، مثلا چی بنویسیم؟ می‌نویسم ریترن کن یک str، مثلا داخلش می‌نویسم ویلکام. خب الان اگه این تست رو پرینت کنم اجرا کنیم ببینید ویلکام اومد، دیدین؟ ولی اگه همینو من بیام از اینجا ورش دارم داخل اینیشیال بذارم دیگه باعث خطا میشه. چرا؟ چون تابع اینیشیال نمیتونه برای من چیزی رو به عنوان خروجی بفرسته. امتحان کنیم. خب این بحث رو ولش کنیم، بیایم اینجا. خب چقدر وقت داریم؟ خب حالا ما الان توی این دوره 2 تا تابع با یک عملیات خاص، یک تابع اینیشیال و یک تابع str رو به شما توضیح دادیم که میتونن براتون کارهای خاصی انجام بدن. اما واقعیت اینه که تابع‌های خیلی بیشتری از این دوتا هست. شما اگه بیاین اینجا داخل یک کلاسی کلمه دف رو بنویسید، 2 تا آندرلاین جلوش بذارید، میبینید یک لیست بلند بالایی از این تابع ها میاد. مثلا تابع فرمت یا تابع هش یا حالا تابع های زیادی هست. اینا مثلا این تابع str یا تابع اینیشیال جزوی از این تابع ها. شما میتونید ببینید خارج از این دوره، ما تو این دوره اینا رو توضیح نمیدیم. خودتون اگه علاقه دارین میتونین بیاین یک سرچی درباره این تابع بکنید. مثلا به این اسم این تابع رو بنویسین ببینید کارش چیه. مثلا این تابع رو نگاه کنید، تابع کال. خب من میتونم الان بیام اینجا داخل مرور خودم آندرلاین کال 2 تا آندرلاین دیگه این پایتون سرچ کنم و الان کاربرد این تابع رو در پایتون برای من میاره. یا اصلا بیاین به هم فارسی بنویسیم، مثلا در پایتون. خب و سرچ که کنم، البته من اینترنتم الان وصل نیست، ولی که اینو سرچ کنید براتون میاره و کاربردهاشو میتونید بفهمید. و این تابع ها خاصیت های خیلی زیادی هم دارن. به نظرم اگه دنبالش برید میتونه براتون کاربردی باشه. اما برگردیم سر ادامه کار. چقدر وقت دارم؟ خب ببینید فقط 2 تا دستور کاربردی بهتون یاد میدم که فقط این 2 تا دستور رو بدونید. یعنی دستور که نمیشه گفت، 2 تا برنامه جالبه. ببینید من میخوام بیام کلاسمو یک جوری تعریف کنم که هر نمونه تعداد نمونه کلاسمو داشته باشه. یعنی ببینید اینجا یک BMW M8 اومدم ایجاد کردم، یه متغیر M8، یک دونه نمونه کلاس از کلاس کار ایجاد کردم. من میخوام یه متغیری داخل کلاسم بسازم
که تعداد این نمونه کلاس ها رو داشته باشه. اگه اومدم اینجا یک BMW M9 هم ایجاد کردم، خب یه M9 هم ایجاد کردم، مقدار داخل متغیر 2 باشه، بدونه که من 2 تا نمونه کلاس از کلاس کار ایجاد کردم. حالا چطور همچین چیزی رو پیاده سازی کنیم؟ بیاین این بالای بالا، خب اینو وایسین حذفش کنیم، این اضافه یا اصلا باشه. من میام بالای کلاس یک متغیر به اسم count ایجاد میکنم، متغیر count. خب مقدار داخلش رو 0 میذارم. خب بچه ها ببینید تاب اینیشیالی که ما اینجا تعریف کردیم باعث میشه هر زمانی که یک نمونه کلاس ایجاد کنیم اتفاقاتی که داخلش هست بیفته. خب یعنی هر زمان من بگم مثلا کار با این مقادیر رو ایجاد کن، دارم این تاب اینیشیاله از صدا میزنم دیگه. هر زمان یک نمونه کلاس ایجاد میکنم تاب اینیشیال اجرا میشه. این خاصیت تاب اینیشیال بود دیگه. حالا من توی تاب اینیشیال میگم هر وقت تو اجرا شدی به کاونت بیا یکی اضافه کن بریز تو خودت. البته بچه ها اینم بگم شما زمانی که یک متغیری رو میایین داخل محدوده کلاس تعریف میکنید، مثل کاونت، مثل تایپ کلاس، اینا زمانی که میخواین داخل توابع داخل کلاستون، ببینید داخل توابعی که در کلاستون هست ازش استفاده کنید، باید با استفاده از اسم کلاس اصلیتون صداش بزنید. یعنی اینجا من داخل یک تابع مثلا تابع اینیشیال میخوام به این کاونت دسترسی پیدا کنم، باید بگم برو از کلاس کار متغیر کاونت رو بیار. یا اگه میخوام به تایپ کلاس دست پیدا کنم باید بگم از متغیر کار برو تایپ کلاس رو بیار. نمیتونم به صورت همینجوری ساده الکی بگم تایپ کلاس رو میخوام. فقط هم در واقع تابع اینیشیال نیستا، من داخل این استیارم اگه بخوام دسترسی پیدا کنم باید بگم کار دات کاونت، یا مثلا داخل همین متغیرایی هم که اینجا هست، اینجا اگه بنویسم برو متغیر کاونت رو بیار، خب خطا میده. باید بنویسم برو از کلاس کار متغیر کاونت رو بیار. چرا این اتفاق افتاده؟ چون اینو دارم خارج از توابع تعریف میکنم. شما اگه داخل توابع تعریف کنید فقط داخل همون توابع میشه استفاده کرد اینا. حالا نمیخوام بحثشو زیاد باز کنم، گیج میشین. در همین حد بدونید اگه یک متغیر، اصطلاحاً گفتیم متغیر عمومی، اگه یک متغیر عمومی تعریف کردین و میخواستین داخل خود کلاس داخل یکی از توابعش، مثلا داخل تابع تست یا داخل تابع استارت از اون استفاده کنید، باید بگین کار دات کاونت، باید با استفاده از اسم تابع بهش دسترسی پیدا کنید. حالا بگذاریم از این بحث، بریم اینجا. ببینید الان متغیر M8 که داره ایجاد میشه تابع اینیشیال اجرا میشه. کاونت چنده؟ کاونت 0، بهش یک اضافه میکنیم میرزه تو خودش میشه 1. بیاین قبل و بعد از این من میگم پرینت کن از کلاس کار متغیر کاونتو. خب این قبلش، اینم بعدش. اجرا میکنم ببینید 0، این M8 که ایجاد شد 1 شد 1. حالا میام اینجا یه متغیر دیگه هم ایجاد میکنم، اسمشو میذارم چی؟ M9. اجرا میکنم میشه 2. حالا میام اینجا یک چیز دیگه هم ایجاد میکنم، مثلا اینجا یه دونه چی بنویسیم، میگم بنز برابر با کلاس کار کمپانی بنز یا همون برند بنز، رنگش وایت سفید هست و 159 کیلومتر هم نهایت سرعتشه. خب الان اگه اجرا کنم چی شد؟ آها بچه من اینجا هم باید یه بار دیگه نوشتم پرینت کار دات کاونت. خب همینطور که میبینید الان
داخل کاونت مقدار تعداد نمونه کلاسای من نگهداری میشه. پس این طرح رو پیاده سازی کرد. خب حالا میخوام یه چیز دیگه هم براتون پیاده سازی کنم. بچه‌ها یادتونه ما میتونستیم بیایم یک لیستی، مثلا لیست 1 ایجاد کنیم و با استفاده از فور روی این لیست 1 حرکت کنیم. بگیم فور برای هر آیتم داخل لیست 1. یادتونه ما همچین کار میتونستیم بکنیم. حالا من میخوام دو تا تابع جالب تعریف کنم. اگه وقت داشتیم 2 تا، اگه نه یکی. خب حالا یک دونه تابع بیاین با هم دیگه تعریف کنیم که به ما این قابلیت رو بده روی کارهامون هم بتونیم با فور حرکت کنیم. ببینید ما میتونستیم روی لیست ها، مثلا یه لیست 1 داریم، میتونستیم روی کلاس لیست با فور حرکت کنیم. حالا میخوام یک کاری کنم بتونیم روی کلاس کار هم با فور حرکت کنیم. ببینید من میام یک تابعی اینجا داخل کلاسم، بیایم پایین کلاس اینجا یک تابع میمیسم، میگم تابع اسمشو میذارم تو لیست. خب مقدار سلف رو به عنوان ورودی میگیرم و بهش میگم ریترن کن یک لیست، میخوام برام ریترن کنه. حالا مقادیر لیست رو میگم self dot brand و ببخشید self رو اشتباه نوشتم، self dot brand و self dot color و self dot max speed. حالا با این تفاصیل من میتونم بیام اینجا خب بگم برای هر آیتم داخل متغیر M8 من دات تو لیست، متغیر M8 منو به لیست تبدیلش کن. ببینید الان این تو لیست رو که من زدم جای کل این تیکه یک لیست میاد، میره متغیر M8 برند و رنگ و مکس اسپیدشو میاد به عنوان خروجی میده. و اگه من الان اینجا بگم پرینت کن آیتم رو اجرا کنیم، دیدین چه جالب؟ بیایم ببینیم الان چه اتفاقی میفته. خب بیایم اول سراغ این تیکه. ببینید ما گفتیم از متغیر M8 تو لیست رو صدا بزن. خب M8 میشینه توی سلف، از بعد برای ما ریترن میکنه یه لیست، میگه برو از M8 برندش رو بیار، بعد برو از M8 رنگش و از M8 مکس اسپیدش. یعنی این اطلاعات که ما اول ریختیم و الان به صورت یه لیست برای ما برگشت میده. لیسته میاد میشینه اینجا، یعنی یه جورایی این لیست میاد اینجا میشینه و حالا ما از این به بعد میتونیم روی این با فور حرکت کنیم و خروجی رو همینطور که میبینید برای ما خیلی تمیز چاپ کرد. بچه ما میتونیم یه ذره کارمون رو جالب ترم بکنیم. من میام اینجا به جایی که یه لیست تعریف کنم چیکار میکنم؟ یه دیکشنری تعریف میکنم. خب میگم برند دو نقطه سلف دات برند کلور دو نقطه سلف دات کلور و مکس اسپید دو نقطه مکس اسپید. حالا اتفاقی که میفته برای ما یه دیکشنری به عنوان خروجی میاد. میخواین یه دقیقه اینو کامنتش داشته باشین. من میگم برو تایپ M8 دات تو لیست. خب تایپ خروجی که متد تو لیست میده رو به من بده، اجرا میکنم. آخ ببخشید چاپش نکرد. اینو من میذارمش توی یک دستور پرینت
اجرا میکنم. میگه از یک نوع دیکشنریه. اگه اون دفعه اول چاپ میکردیم میگفت از نوع لیسته و ما میتونستیم با اینها روی فورها حرکت کنیم دیگه. من الان یه فور میمیسم، میگم m8 تو لیست، یا اسمشو بذاریم تو دیک بهتره به نظر من میان اسمشو میکنم ببخشید تو دیکت، اسمشو اگه بذاریم تو دیک به نظرم مفهوم بهتره. خب اجرا میکنم. الان چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید الان این برای ما یه دیکشنری برمیگردون دیگه. خب ما هر وقت روی دیکشنری ها حرکت میکردیم برای ما کلیدها رو برگشت میداد. من اگه بخوام به آیتم ها دسترسی پیدا کنم، یادتونه روی دیکشنری رو چجوری با آیتم ها دسترسی پیدا میکردیم؟ میگفتیم دات آیتمز آخرش. خب دوباره اجرا میکنم. ببینید گفته برند BMW کلور بلک مکس اسپید 280. حالا من برای که کارمون قشنگ تر شه دیگه سریع یه رشته فرمت بندی ایجاد میکنم و بریم سراغ این که دیگه بعد از اینم ویدیو تموم کنیم. خب ببینید من میگم برو از آیتم خونه سفرمش، یعنی کلیده رو بیار، مثلا این برند کلور مکس اسپید رو بیار، جلوش یه 2 نقطه بذار، بعد برو از آیتم خونه یکمش مقدار بیار. اجرا میکنم. ببین گفت برند BMW کلور بلک مکس اسپید 180. حالا بیایم این پایین یه متغیر بنز ایجاد میکنم. میگم از کار هستی برندشو بنز میدم و رنگشو رد میدم، مکس اسپیدش هم 180 میدم. 180. خب حالا بیاین اینجا الان من یه دور BMW رو چاپ کردم، میام اینجا یه پرینت خالی میمیسم، یا بذارین یک دونه خط اینجا چاپ کنیم. خب یه خط چاپ میکنم، بعد از این میام بنزم با همین فوره چاپ میکنم. ببینید خروجی رو دیدین چه جالب شد. اول BMW رو چاپ کرد، ببینید اول با این فوره BMW رو چاپ کرد، بعد یک دونه خط چاپ کرد، بعد با این فوره بنز رو چاپ کرد. بچه ها میخواین یه کار دیگه هم بکنیم. الان ما یک تابعی داریم، تابع تو دیکشنری که ما این قابلیت رو دادمون رو بتونیم رو فورها حرکتش بدیم. یه دستور کانت هم با هم اجرا کردیم که تعداد خونه ها رو بهمون داد. خب احساس میکنم دیگه بیشتر از این اگه بخوایم ادامه بدیم یک ذره ممکنه براتون سخت بشه. بیاین کار سختش نکنیم. ویدیو هم داره طولانی میشه. خدا نگهدار تا جلسه بعد.